از همون لحظه‌ای که انسان پا گذاشت روی اقیانوس‌ها، یه نقطه روی نقشه بود که ناخداها دربارش پچ پچ می‌کردن. نقطه‌ای که هیچ کس دلش نمی‌خواست نزدیکش بشه. اسمش رو گذاشتن دروازه مرگ. مثلث برمودا، جایی بین فلوریدا، برمودا و پورتوریکو، جایی که کشتی‌ها بدون هشدار ناپدید میشن. هواپیماها یه لحظه ارتباط دارن، لحظه بعد هیچ. و پیام‌های رادیویی قبل از قطع شدن فقط یه صدای عجیب میدن. انگار چیزی اون پایین وسط اون آب‌های آرام و آبی داره نگاهت میکنه. توی 100 سال گذشته بیش از 1000 نفر تو این منطقه گم شدن. نه جسدی پیدا شد، نه تکه‌ای از کشتی، نه جعبه سیاهی از هواپیما. هیچی. انگار که دریا آدم‌ها رو گورت میده. امشب میریم به قلب یکی از ترسناکترین رازهای جهان. رازهایی که دولت‌ها انکارش میکنن. دانشمندان نمیتونن توضیحش بدن و ماهیگیرهای محلی میگن اونجا یه چیز دیگه است. یه چیزی که ما نمیفهمیم. این داستان واقعی مثلث برموداست. سال 1918 کشتی عظیم USS سایکلپس با 309 نفر خدمه از برزیل به آمریکا برمیگشت. هوا خوب بود، دریا آرام و این کشتی یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در بهترین وضعیتش بود. ولی وقتی وارد منطقه مثلث برمودا شد، تمام سیگنال‌ها قطع شد. نه پیام اضطراری، نه درخواست کمک، نه حتی یه تکه فلز روی آب. نیروی دریایی آمریکا هفته‌ها دنبال سایکلوپس گشت. هیچی پیدا نشد. در گزارش رسمی نوشتن کشتی بدون هیچ دلیل منطقی ناپدید شد. سایکلوپس فقط یکی از بیش از 50 کشتی بزرگیه که تو این منطقه غیب شدن. 5 دسامبر 1945 پایگاه هوایی فلوریدا 5 هواپیمای نظامی اونجر برای یه تمرین ساده پرواز میکنن. هوا عالیه، خلبان‌ها حرفه‌ای، همه چی عادی. اما 1 ساعت بعد رادیو صدای فرمانده رو ضبط میکنه. قطب نمای من خراب شده، نمیدونم کجا هستم. همه چیز عجیب شده، دریا غیر عادیه، هیچ چیزی درست نیست. بعد سکوت. نیروی دریایی یه هواپیمای نجات میفرسته. اون هم 20 دقیقه بعد در همون منطقه غیب میشه. اون روز 27 نفر بدون هیچ اثری محو شدن. تا امروز بعد از 78 سال حتی یه پیچ هواپیماشون هم پیدا نشده. چند نظریه جدی وجود داره، بعضی‌ها علمی، بعضی‌ها ترسناک. این قسمت از زمین عجیب‌تر از بقیه است. جاییه که شمال مغناطیسی و شمال حقیقی روی هم میافتن. قطب نما دیوونه میشه، سیستم‌های ناوبری گیج میشن. هواپیماها فکر میکنن مستقیم میرن ولی در واقع منحرف میشن. این نظریه سقوط‌ها رو توضیح میده، اما غیب شدن کامل رو نه. بعضی‌ها میگن کف این منطقه پر از گرداب‌های عمقیه، جریان‌هایی که کشتی رو میکشن پایین و به عمق‌هایی میبرن که هیچ وسیله‌ای نمیتونه جستجو کنه. اگه این حقیقت باشه، میتونه توضیح بده چرا 100 ساله هیچ لاشه‌ای پیدا نشده. با اینکه علم خیلی چیزها رو توضیح داده، اما یه چیز هنوز باقیه. هیچ کس نمیدونه چرا بعضی‌ها بدون هیچ علامتی ناپدید میشن. شاید طبیعته، شاید ترکیب آب و هوا و مغناطیسه، یا شاید چیزی فراتر از درک ما. این راز واقعی مثلث برموداست. حالا از اینجا به بعد داستان‌ها عجیب‌تر میشه. چیزهایی که شاید علمی به نظر نرسن، ولی وقتی 1000 نفر بدون هیچ اثری ناپدید بشن، آدم مجبور میشه به هر احتمالی نگاه کنه. خیلی از خلبان‌هایی که از مرز مثلث برمودا گذشتن گزارش دادن که ساعت‌هاشون عقب افتاده، GPS قطع شده، سرعت هواپیما اشتباه نشون داده و آسمون نوری عجیب داشته.
سال 1970 یه خلبان آمریکایی گزارش داد یه تونل ابری مثل لوله دور ما بسته شد و چند دقیقه بعد بدون اینکه بفهمیم چطور 100 مایل جلوتر ظاهر شدیم. این گزارش توی آرشیو FAA ثبت شده. علم چی میگه؟ فعلا هیچی. نه تکذیب کرده نه تایید. یه تیم از محققان MIT سالها این منطقه رو بررسی کردن. نتیجه سطح انرژی مغناطیسی مثلث برمودا 5 برابر مناطق عادیه. سال 1948 هواپیمای DC-3 فلت انسی 16002 با 29 نفر مسافر در مسیر پورتوریکو به میامی به برج مراقبت میگه ما 50 کیلومتر با ساحل فاصله داریم، اوضاع عادیه. 10 دقیقه بعد پیام قطع و هواپیما غیب میشه. هیچ لاشه‌ای در هیچ جایی از مسیر پیدا نشد. تحقیق رسمی نوشت هواپیما از صفحه زمین حذف شده. نه خرابکاری، نه نقص فنی، نه طوفان، نه خطای انسانی، هیچی. این پرونده هنوز یکی از عجیب ترین موارد اوییشن هیستوری حساب میشه. سال 1963 یه زیردریایی آمریکایی به اسم USS ترشر تو نزدیکی منطقه برمودا گم شد. یکی از ملوان‌هایی که از مأموریت‌های قبلی برگشته بود بعدها گفت چند بار شبها نورهای سفید از داخل آب به سطح می اومدن. نه قایق بودن نه هلیکوپتر. نورها مستقیم از اعماق بالا می اومدن و یه دفعه غیب می شدن. این گزارش‌ها هیچ وقت رسمی نشدن، ولی چندین کارمند نیروی دریایی همین رو گفتن تا امروز. خود آمریکا این موضوع رو بی اهمیت و اشتباه دیداری توصیف کرده. مشکوک نیست؟ سال 2005 یه محقق ناسا که نمیخواست اسمش فاش بشه یه مصاحبه غیر رسمی کرد. اون گفت ما برای مطالعه انرژی‌های مغناطیسی زمین از ماهواره‌ها استفاده می‌کنیم. در منطقه مثلث برمودا ارتعاشات غیر طبیعی ثبت شده. نه طبیعی، نه ثابت، نه قابل توضیح. خبرنگار پرسید یعنی چی؟ دانشمند جواب داد یعنی این منطقه به نوعی با بقیه جهان فرق داره و دلیلش رو نمیدونیم. این مصاحبه هیچ وقت رسمی منتشر نشد. فقط چند خط ازش لو رفت. یه نکته مهم هست. چرا امروز دیگه مثل قبل حادثه نمیشن؟ چند دلیل داره. از سال 2000 به بعد خطای GPS از 20 متر رسیده به 3 متر. قبلا خلبان‌ها فقط به قطب نما اعتماد می‌کردند و این منطقه بدترین جا برای قطب نماست. اگه یه سیستم خراب بشه، اون یکی جهت درست رو میده. تو سالهای قدیم این فناوری نبود. حتی اگه سقوط کنن، جعبه سیاه 90 روز سیگنال میده. ولی حادثه‌های قدیمی هیچ کدوم جعبه سیاه نداشتن. از سونار تا موقعیتیاب ماهواره‌ای تا سیستم ضد غرق شدن، به خاطر همین امروزه حادثه ها خیلی کمتر شدن. اینجاست که میرسیم به دو دیدگاه قوی. خیلی از دانشمندها میگن هیچ راز ماورایی وجود نداره. فقط رسانه ها اینو بزرگ کردن. ولی یه مشکل هست. چرا چندین هواپیما و کشتی غول‌پیکر بدون اثر غیب شدن؟ اگه طبیعیه پس چرا هیچ چیز پیدا نشد؟ نزدیک سواحل باهاما ماهیگیرها یه اصطلاح دارن، میلوگار مالدیتو، جای نفرین شده من. اونها میگن شبها صدای موتور قایق‌هایی میاد که وجود ندارن. چراغ‌هایی زیر آب میبینیم که انگار دنبال قایق‌ها میان، انگار که دریا داره نفس میکشه. اگه یه داستان باشه که مثلث برمودا رو تبدیل به کابوس کرده باشه، همینه، کشتی مری سلست. هرچند این حادثه دقیقاً وسط مثلث برمودا نبود، اما اتفاقش باعث شد این منطقه به عنوان منطقه نفرین شده شناخته بشه. سال 1872
یک کشتی تجاری با 10 خدمه از نیویورک راه میفته به سمت ایتالیا. 2 هفته بعد یک کشتی دیگه مری سلست رو وسط اقیانوس پیدا میکنه، ولی وقتی بهش نزدیک میشن همه چی عادیه. بادبانها سالم، غذا روی میز، وسایل سر جاش، بار کشتی کامل، هیچ نشونه‌ای از حمله یا آسیب. فقط یه چیز عجیب، هیچ آدمی روی کشتی نیست. نه کشمکشی، نه خون، نه شلوغی، نه حتی رد پا. انگار خدمه در یک لحظه ناپدید شدن. دانشمندا 150 سال دربارش بحث میکنن، ولی هیچ دلیل قطعی پیدا نشده. این داستان به افسانه کشتی‌های ارواح توی برمودا جان تازه داد. یکی از عجیب‌ترین موارد اس کوتوپاچی بود. سال 1925 ناپدید شد. 90 سال هیچ خبری نبود تا اینکه سال 1115 یک کشتی ساحلی کوبا تو وسط دریا یک قایق زنگ زده دید. هیچ کس توش نبود. هویت کشتی تایید شد. 90 سال بعد از ناپدید شدن. بی خدمه و بی اثر. این مورد باعث شد خیلیا بگن برمودا واقعاً 2 در خروجی داره. یه ورودی برای ورود، یه خروجی برای موقعی که دلش بخواد. میدونی عجیب ترین بخش چیه؟ این که هیچ کس جواب قطعی نداره. هرچی جلوتر میریم سوالها بیشتر میشن. آیا برمودا یک منطقه خطرناک طبیعیه؟ یا یه چیز فراتر؟ یه چیز که نه دولت‌ها دوست دارن دربارش حرف بزنن، نه دانشمندا توضیح میدن، نه دریانوردا میتونن نادیده بگیرن. اینجا جاییه که علم تموم میشه و ترس شروع میشه. جایی که جسارت انسان میرسه به مرز طبیعت. جایی که زیباترین آبهای دنیا تاریکترین راز رو پنهان کردن. این بود داستان واقعی مثلث برمودا. جایی که هنوزم بعد از 100 سال دنیا جوابشو پیدا نکرده. سلام دوستان عزیز، ممنونم که تا آخر با من بودیم. این هم از یه داستان جالب دیگه. اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب بزنید تا هیچ داستان جدیدی رو از دست ندین. من هر هفته یه داستان جدید میذارم. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین.